سلام بچه‌ها، مخلصم، متشکرم که اومدین به چنل خودتون. بچه‌ها مخلصم، بچه‌های خفن مفن چنل. توی این قسمت بچه‌ها یه برنامه، یه ریاکشن درست کردم در مورد یه نمایشگاه توی ایران و تهران احداث کردن و غرفه هایی که بچه‌های تاجیکستان دارن رو با هم دیگه میبینیم و بهشون ریاکشن بریم. ویدیو رو درست کردم بچه‌ها، اینتروش اول گفتم بذارم و ادیت کنم و انشاءالله که دوست داشته باشید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره بچه‌ها. این قسمت رو تا آخر ببینید و به دوستاتون هم معرفی کنید. Let's go. تاجیکستان تاج گل‌ها. بعد از اون با ما گفتن که جوی از هم از زیباترین و تماشاباب برج میلاد است. آش پلو یکی از غذاهای ملی تاجیکستان، بسیار با لذت و خوشمزه برای شما عزیزان تهیه شده. خیلی خوب دارم و حالا که این همون یوتیوبر تاجیک که اومده توی ایران چقدر قشنگ برنامه تهیه کرده. بیرزاده، مهراب قربان و بنده رستم عظیمی و همچنین از دیگر شرکت‌های سیاحی نمایندگان در این سفر ما را شریک بودند. ما بعد 2 ساعتی پرواز به فرودگاه شهر تهران رسیدیم. از آنجا با ماشین‌های تامین نموده شرکت سامان تراول ما را بهترین مهمانخانه شهر تهران که هتل آزادی عنوان داشت آوردند. هتل آزادی و هویدا بهترین. همگی به نمایشگاه سلام دوستان. برفم کرده من از تهران. تاجیکستان. پرچم تاجیکستان هم انداخته. بیرق در آنجا می‌بینید مهمانخانه آزادی نام دارد. ما شب خود را سحر کردیم. می‌دونید اکنون ما چی نقشه داریم؟ ما کمی پس با جایی می‌رویم که از نوارهای جالبش باوری دارم که شما هم خرسند می‌شوید. ما نیز گروهی در این نمایشگاه همچون نماینده از تاجیکستان شرکت کردیم. پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان در دایره نمایشگاه 18 بین‌المللی سیاحی و صنعتی تهران اشتراک داشتند و از گوشه سیاحی تاجیکستان دیدن کردند. تاجیکستان ایران و ایران تاجیکستان دقیقاً همین که راحت میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. تجارتکاران مشهور نیز جالب اینه که پزشکیان خیلی تاجیکستان دوست داره. امام رحمان خیلی دوست داره، خیلی خوشش میاد و توی تاجیکستان هم که رفت اون همایش شعر فارسی خیلی قشنگ بود. قشنگ مشخصه که خیلی عشق می‌ورزه به تاجیکستان. مهمان گشتند. ما با گروه کاری از هر گوشه سیاحی نظر دوخته در باب همکاری‌ها و محبت به اندازه مردم این سرزمین نسبت به تاجیکان هم صحبت گشتیم. نمایشگاه 4 روز ادامه نمود و ما نیز در گوشه جایهای تاریخی و سیاحی تاجیکستان را بهر ایشان بچه‌های تاجیکستان بیایم به ایران، بیایم بهتون خوش میگذره مطمئنم. رستم با هواس تماشا کرده ماشین میگیری چی؟ دوستان عزیز، ماشین مدل های نهایت قیمت ترین در اینجا به نمایش هستند و هر نفری که اگر میخواد که با مبلغ کلان این ماشین رو خرید کنه برد خواهد. بیشک. حال شما خوب است؟ چی نام دارید؟ من خانم کریمی هستم. از اینکه شرکت کردیم، غرفه داریم، خیلی خوشحالم. سلام و درود ما بر رئیس جمهور شما. خیلی ایشون فوق‌العاده هستن، خیلی خوب هستن. من تو اینستا دنبالشون میکنم. از اینکه سنتی که بین ما و شماست، جشن‌های نوروز، رقص‌های نوروز، کلاً اینا رو ایشون ارج میذاره. من از این بابت از ایشون خیلی خوشحالم. سلام ما رو خدمتشون برسونید. امیدوارم بتونم اینجا زیارت کنم. امام علی رحمان، ما هم از اینجا به شما سلام میکنیم. خیلی مخلصتم. تو مرد نمونه‌ای. قربون شما، متشکرم. آقای سعید دارابی، شما از هنرمندان تاجیک رو میشناسید؟ بله، من نگین امانقلوبر، خواننده بسیار خوب تاجیکستان رو میبینم. اخیراً هم کنسرتش در فرانسه با وحید تاج و سارا ناینی رو دیدم. بسیار عالی بود. من واقعا علاقه دارم بهش، خیلی دوستش دارم. چه پیغام با نگین امانقلوبر میرسونید؟ چه پیغامی داره؟ نگین خیلی من دوست دارم، خیلی آهنگاتو گوش میکنم، خیلی هم استوریش میکنم، تو اینستاگرامم فالوورتم و همیشه کاراش دنبال میکنم. آهنگاش هم دانلود کردم، همه رو دیدم. بهتره. شما باره به تاجیکستان اومده بودید؟ من تاجیکستان نیومدم ولی حتما سال دیگه میام برای دیدن تاجیکستان، چون عاشق تاجیکستانم، عاشق زبان و فرهنگ فارسی. آفرین. ما شما رو منتظره. چی نام دارید؟ مهدی. سبیلا رو برو. شما به تاجیکستان رفته؟ بله، من نوروز گذشته تاجیکستان بودم. با کدوم سرزمینش رفتید؟ دوشنبه بودیم و بعد رفتیم پنجکن
بعد از اون وقت خارج شدیم رفتیم ازبکستان. چه تاثیرات برداشتید؟ چی برداشتیم؟ تاثیرات خیلی خوب بود، کشور خوبیه، همزبونیم، مثل برادریم. خیلی دوست داشتم بیام. پارسال چند تا تور برگزار کردیم، امسال هم ان شاءالله میایم. دیگر اون چیز مانع نیست، ویزاها از بین رفت، دیگر شما میتونید که زود به تاجیکستان و تاجیکستان بیایید. ما منتظر میشویم. ما هم همینطور. شما بیشتر بیایید. بعداً به حیث راوی من تأثیرات تاجیکان خودم رو از این نمایشگاه پرسان شدم که محتوایش در اینجاست. دوستان عزیز، این حال در نزد من قرار دارم ژورنالیست موفق نصیبه رستمزاده. همگان خوب میدونن که در تلویزیون سینما یکی از فعالترین ژورنالیستان هستند و این روز شما را خوش آمدید میگیم. اولا کل تاجیکستان ژورنالیست‌ها و آدمای این مدلیش اومدن توی ایران. کی اومده اینا؟ خیلی باحال. کاش مشهد هم می اومدن. شما همچون یک نماینده از تاجیکستان در اینجا شرکت داره، چی تاثیرات برداشتید؟ واقعا شما درست خط کردید. ما نماینده از وسایل اخباری عامه تاجیکستان آمدیم به نمایشگاه سیاحی جمهوری اسلامی ایران و شهر تهران و تاثیرات خیلی خوب دارم و حالا که نمایشنامه ادامه دارد ما خود شاهد هستیم، همراه یعنی به سیر برآمدیم به نمایشگاه به تماشا و خیلی تاثیرات خوب و از بسیار نوگانی ها با خبر شدیم. من میتونم امیدوارم باز در رفتی یعنی نمایشنامه و سفر خویش باز معلومات‌های بیشتر میدیم و تماشاگران قهرمان جهان المپیک غلامرضا پهلوانی بوده، کشتیگیر ایرانی. سهراب سپهری یکی از دیگر شاعران معروف شعر نو فارسی. سهراب سپهری اهل کاشانه. آفرین. شخصانی که میخوان درباره‌اش پورا معلومات بدن خانه یا اسکرین شات کنن درباره‌اش پورا معلومات. اینا همه مجسمه های مشاهیر معاصر ایرانه. شعراش شنیدین؟ محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت این پیراهن است افسار نیست. میگه محتسب مستی به ره دید، محتسب یعنی پلیس اینا. میگه محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت زان سبب گفت مستی زان سبب افتان و خیزان میروی، مست گفت ره هموار نیست. اینو من خوندم. من نیست ره هموار نیست. امیر کبیر بله که در حمام فین کاشان معروف به اونجا به قتل رسید. ابوعلی سینا رو که میشناسین دیگه مال خودتون و به هر حال ابوعلی ابن سینا. به چیزی که اینجا نوشته براتون میخونم. ابوعلی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا، مشهور به ابوعلی سینا، پزشک، ریاضیدان، منجم، فیزیکدان، شیمیدان، روانشناس، جغرافیدان، زمینشناس، شاعر، متعلق به دوران و فیلسوفان ایرانی کهن و از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران بزرگ است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه ببین توش هم گفت ایران بزرگ که فقط این ایران جمهوری اسلامی الان نیست. ایران بزرگ یعنی افغانستان، تاجیکستان، بخشی از ازبکستان، بخشی از پاکستان، بخشی از عراق و خیلی جا آذربایجان. روی و پزشکی اهمیت دارد. وی نویسنده کتاب شفا یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و قانون یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی است. بعد از اون با آقای مهدی که راهبر کوچه گردشگری با همایون هستند جامعه تاجیکی و توقیه تاجیکی هدیه نمودند. بیایید در نوار با چشم خود ببینیم. بعد اون امیدجان سعیدوف دیرکتوری شرکت سامان تراول آش پلاوی تاجیکی، نان تاجیکی و خورش‌های تاجیکی رو پیشکش آنها نمودند و ایشان از غذای معمولی ما تاجیکان یک جایه استعمال کردند. ایرانیان عزیز بسیار خوش آمدید در گذر گردشگری باب همایون به مدیریت جناب مهدی آقای نبی عزیز در خدمت بزرگواران و سروران عزیز، وزیر محترم گردشگری تاجیکستان آقای جمعه خانزاده. چه اتحادی بچه ها. ببین کنار هم تاجیکستانی و ایرانی کنار هم وایسادن توی ایران و دارن لذت میبرن. غذای بی‌نظیر تاجیکی رو برای شما آماده کردیم به نام آش پلو. آش پلو یکی از غذاهای ملی تاجیکستان بسیار با لذت و خوشمزه برای شما عزیزان تهیه شده.
شامل برنج، هویج که به هویج در تاجیکستان سبزی گفته میشه و تخم بلدرچین که گفته میشه بیدانه، تخم بیدانه. مرحمت بفرمایین آش پلو تاجیکستان. آفرین. با راهنوردی اومدجان سعیدوف سنه 14 فوریه ما به 3 گروه تقسیم شدیم. گروه یکم و دوم به اصفهان و شیراز و گروه سوم که نصیب ما بود به جزیره کیش که مکان سیاحی روی دنیا است روان کردند. ما طریق هواپیما به جزیره کیش رسیدیم. کیش هم خیلی ما رو در قشنگه مهمانخانه با نفوذ کوروش که اصلا در اینجا دیپلمات ها و صاحبکاران دنیا مهمان میشوند جای کردند. شام به کشتی ارتمیس بردند. آنجا کنسرت برگزار گردید و همگی با عائله خود مهمان کشتی گشته رقص و خرسندی نمودند. از اشتراک ما تاجیکان آوازخوان‌های ایرانی خوششان آمد و استقبال گرم و تازه‌شان به ما روحیه دیگر بخشید. صبح روز دیگر ما را راه بلد شرکتی محلی بلد ساحل که بحر خلیج فارس عنوان دارد آوردند. جایهای تاریخی این مکان زیبا را خوب تماشا نموده آبازی نمودیم، عکس و نوار برداشتیم و خلاصه از این مکان زیباترین خلیج فارس دیدن کرده از هوای گرم و فورمش لذت برداشتیم. تموم شد بچه‌ها، این قسمت تموم شد. من که خیلی خوشم اومد بچه‌ها تاجیکستان و ایران که کنار هم میشینن و سری سفره کنار هم تو کشور همدیگه میان، خیلی واسم لذت بخشه، چون اون ایران شهر بزرگو احساس میکنه بیشتر آدم. چاکر بچه‌ها لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا دیداری دیگر، بدرود.